در تالار خردی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت جلسه نوبتی شورای جمعیتی ولایت سوخت برگزار گشت. در کار جلسه دو مسئله رفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه تکمیل تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و جریان تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه ملی عاید به برهمدهی شکل‌های بدترین مهنت کودکان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 مورد تحلیل و بررسی اعضایان شورا قرار گرفت. از روی مسئله یکم معاون سرداری ریاستی معارف ولایت سوخت معلومات پیشنهاد نمود. ضمناً تاکید گردید که در ولایت سوخت 965 عدد مؤسسه تعلیمی موجود بوده، در آنها 3507 نفر آموزگاران فن زبان روسی و 3054 نفر معلمان زبان انگلیسی به محصلین سبق می‌آموزند. در تمام مکتب‌ها مشغولیت‌ها موافق جدول به راه مانده شده، همزمان یک قطار آزمون و مسابقه‌های ذهنی و زباندانی تشکیل کرده می‌شود. در دوره جمهوری المپیاد فنی از ولایت سوخت 265 نفر از روی فن زبان روسی و انگلیسی اشتراک نموده، 160 نفر آنها توانستند جایهای افتخاری را به دست آورند. برابر این در 37 مؤسسه تا مکتبی آموزش زبان‌های انگلیسی و روسی به راه مانده شده است. ضمن بررسی مسئله مذکور تاکید گردید که آموزش هرچه بیشتری زبان‌های خارجی از طرف خوانندگان و دانشجویان و تمام قشر جامعه از سمت‌های مهم سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته، مسئله مذکور تحت توجه دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. این است که وابسته به آموزش زبان‌های خارجی یکچند برنامه‌های دولتی قبول گردیده همه ساله سطح و صفت تعلیم و تربیت بالا برده می شود. از روی مسئله دوم روزنامه وابسته به رفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه ملی عاید به برهمدهی شکل‌های بدترین مهنت کودکان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 مدیر بخش وصایت و پرستاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برآمد نمود. تاکید گردید که قبول و مورد عمل قرار دادن برنامه مذکور این پیش از همه به تربیت نسل باسواد و آینده ساز ملت در روحی و تندرستی و خویشتن‌شناسی و حمایه حقوق و منفعت‌های کودکان و نوجوانان نگرانیده شده است. وابسته به رفت اجرای این برنامه در ولایت سوخت یک قطار چاره‌بینی‌های مختلف گزارانیده شده، در همه زینه‌ها به کمالات بی‌آزار کودکان توجه ضروری روانه کرده می شود. در ادامه جلسه معروضه‌چیان وابسته به مسائل بررسی شونده ملاحظه رانی نموده برای در سطح بلند مورد عمل قرار گرفتن برنامه‌های دولتی تکلیف و پیشنهادهای جالب بیان داشتند. جلسه نوبتی شورای جمعیتی ولایت سوخت با تصدیق قرارهای شورا از طرف اعضایان آن و تهیه نقشه چاره‌بینی‌ها برای فعالیت من بعد به اتمام رسید.